بیا با من اینجا باش، ببینیم دونه های نمک چجوری میخواد راز عشقی که تو دل تو رو فاش کنه. خب حالا اگه ضربه خوردی، اگه زندگیت خیلی رو رواله انشاءالله، همه اینا رو داره فال نمک به من میگه. بهت میگه که پارتنرت کی رفته، کی برمیگرده، چه جوری برمیگرده، پس تا آخرش با من همراه شو. امشب قراره ببینیم سرنوشت عشقت کجا میره. آیا جداییه یا کسی هنوز هست که داره از دور نگاهت میکنه؟ نشونه هایی که میبینم تکونت میده. یه خط این وسط افتاده مثل دقیقاً یه بریدگیه، نشونه ای از یه رابطه ای که انگار در گذشته ترک خورده. خب اما عجیب اینه که کنارهای خط دوباره به هم نزدیک میشن. این یعنی جدایی داشتین، موقت بوده، ولی سرنوشت هنوز شما رو به هم دیگه وصل میکنه. یه تیکه از نمک اگه نگاه کنی شبیه یه قلب افتاده، خب اما نصفه است. این یعنی هنوز عشق تو کامل نشده و نیمه دیگه این قلب به زودی سر راهت پیدا میشه. عزیز دلم، اگر فکر کنی که رو کسی کراش داری یا کسی تو ذهنت هست که بهش فکر میکنی، میتونم از روی دونه های نمک بهت بگم که اون شخص هم داره بهت فکر میکنه. توی حروف اسمش حرف سین میبینم. خب میتونه اول اسم کسی باشه که بهش فکر میکنی و اونم داره بهت فکر میکنه، یا شهری باشه که از این طریق داری بهش وصل میشی. ببین این نشونه انرژی خیلی زیادی داره، انگار کل این فال به اون شخص گره زده شده، پس حواست باشه. یه عدد دارم میبینم، عدد 2 افتاده. حالا این 2 چند تا معنی میتونه داشته باشه، یا تا 2 وعده دیگه، 2 وعده‌ای که خیلی هم نزدیک نیست، مثلا نمیتونم بهت بگم 2 روز دیگه یا 2 هفته دیگه، احتمالاً 2 ماه تا 2 سال دیگه یه ارتباطی شکل میگیره بینتون. خب ارتباط هم میخواد طولانی مدت باشه، به خاطر همین به زمان نیاز داره. اما از طرف دیگه این 2 چون در کنار خط شکسته افتاده، انگار میخواد بهت اینو بگه که این مسیر عشقی مسیر 2 نفر است و سومی اجازه ورود نداره. خب این نشونه داره خیلی محکم بهت میگه که اگه دخالت یا حضور شخص سومی بین رابطتون وجود داشت، خیلی زود کنار میره و از این بابت خیالت راحت باشه. و برای بعضی از شما دوستان دارم میبینم که نمیتونم بگم خیانت، ولی دقیقاً عین موش دووندنا توی رابطه داره اتفاق میفته، اما خیلی زود کنار میره و از طرف پارتنرتون هم این اتفاق میفته. ببین عزیز دلم، دونه ها طوری کنار هم قرار گرفتن انگار من دارم شبیه یه صورت میبینم. خب فقط اما نیمه راست صورت که روشن تره. این یعنی یه کسی هست تو زندگیت که هنوز احساسشو کامل به تو نشون نداده، انگار یه عشق پنهانی که سایه‌ش روی زندگیته، اما اون آدم ترس داره که پا پیش بذاره. حالا یا یه بار ردش کردی یا جوری رفتار میکنی که کسی این جرأت رو به خودش نده که بخواد بیاد سمتت. یکم اگه نرم‌تر باشی، به خصوص که تو خودت هم به طرف تمایل داری، اون راهش باز میشه برای اومدن به سمت تو. خب دایره کامل خیلی واضح افتاده. این دایره نماد یه چرخه تازه است واسه‌تون انشاءالله، نشونه شروع دوباره، مثل صفحه‌ای که انگار از اول داره نوشته میشه. برای خیلی از شما عزیزان برگشت یک عشق قدیمیه، اما این بار با شرایط متفاوت و این خیلی نوید خوبیه واسه‌تون. خب زنجیر، خیلی جالبه، زنجیر نشونه وابستگیه، کسی که تو رو با خاطرات یا قول‌های گذشته به خودش بسته، ولی خبر خوب اینه که یه دونه روشن تو انتهای زنجیر هست که بازه. این یعنی رهایی. خیلی زود یه تصمیم میگیری که از یه رابطه اشتباهی اگر توش هستی داری بیرون میای. من برات این مسیر رو روشن میبینم. فقط حواست باشه تو این مسیر تمرکز خودت خیلی مهمه، دیدن نشونه ها خیلی مهمه. اگر چیزی میبینی که به نظر خودت رد فلگه، اگر چیزی میبینی که داری آسیب میبینی ولی باز تو اون رابطه نشستی، اینا رو همه رو خودت باید بزنی کنار و نجات بدی خودتو. و این زنجیری که افتاده و دونه آخرش بازه دقیقاً به همین معناه. و نوبت خودته که انتخاب کنی وابسته بمونی، آزاد بشی و با عشق تازت وارد چرخه جدید بشی. انگار سر یه دوراهی وایسادی، خب گذشته یا آینده،
یه شخصی بوده که تو گذشتت بوده، خیلی بهش فکر میکردی، یه مدت با هم بودین، به هر دلیلی کات شدین و حالا شخص جدیدی اومده تو زندگیت برای آینده. تو باید بتونی که انتخاب کنی، ولی نمک داره به من میگه که هرچه خودت میدونی، نمک داره به من میگه که راه آینده روشن‌تر از بقیه است. یه راهی که یه بار به بنبست رسیده، اگرم خوب به بنبست نرسیده و توضیح در موردش داده نشده و اینا، پروندهش هنوز بازه، میتونی ببندیش و راه آینده رو انتخاب کنی. یه پروانه کوچولو میبینم، نماد رهایی و دگردیسیت. خیلی جالبه که این دوباره تکرار شده. رابطت در حال تغییر شکل و تولدی جدیده. از یه عشق محدود به یه عشق آزادتر و عمیق‌تر میخوای بری. ممکنه یه رابطه ای داشته باشی. ببین تمام این نشونه هایی که دارم میگم میتونه واسه همه صادق نباشه. تو باید ببینی کدوم بهت میخوره و همونو پیش بری. الان مثلا گفته که توی گذشته آینده موندی، خب این به خیلی ها ممکنه تو این شرایط باشن. به خاطر همین من دارم مدل‌های مختلف نشونه ها رو واسه تون میخونم. انگار توی یه رابطه ای هستین، بعضی از شما عزیزان، که فرد خودشو تنها از رابطه کشیده بیرون. خب این میتونه خودت باشی یا حتی طرف مقابلت. اما خبر خوب چیه؟ این نقطه، این فردی که خودشو دور کرده از جمع، دوباره به سمت پارتنرش برمیگرده و این یعنی بازگشت. چه خودت باشی چه پارتنرت باشی، که اگه بینتون مسئله پیش اومده که یکم جدایی افتاده، خیلی زود بازگشت واسهتون امکان پذیر میشه. در قلب کسی که مدت‌ها بسته بود در حال باز شدنه و تو کلید اون در رو داری. انشالله که واسه همتون خیر باشه. این ببین احساسات شدیدی رو داری تجربه میکنی، احساسات عین طوفان میان، اما یه چیزی رو باید مد نظر قرار بدی. کلا این احساسات چون عین طوفان میان، گذران، همیشه نمیمونن، میان میرن، لحظه‌ای میان. هنگامی که این موج احساساتت فروکش کنه، بعد از اون یه آرامشی بزرگ به سراغت میاد که بعد تازه اون موقع تو میتونی تصمیم درست رو بگیری. پس خیلی واضح دارم بهت میگم عجله نکن، به احساسات زودگذرت اهمیت نده، بذار که تو آرامش هر تصمیمی که داری رو بگیری. انشاءالله که شما عزیزان بتونید با کمال آرامش و صبر به اون چیزی که لیاقتتونه، حقتونه، عشقتونه برسین. برای همه شما عزیزان دعای عشق سالم و خوشحالی فراوان را دارم.